سلام رفقا، به کانال ایردراپ کریپتو خیلی خوش اومدید. امروز در خدمتتون هستیم با معرفی یه سایت ایردراپی دیگه به نام سوگنی ای آی. همونجور که مشخصه هوش مصنوعی طوری هم هست، توی بلاکچین زیرساخت‌های بلاکچین داره فعالیت میکنه. خیلی کلی بخوایم بگیم 2 میلیون دلار تا حالا جذب سرمایه داشته که این شرکتایی که توش جذب سرمایه کردن مثلا کوینگکو ونچور هم داره خودشون نشون میده، پس میشه روش حساب کرد. ولی یه نکته‌ای که من متوجه شدم از این پروژه است که خیلی طولانی به نظر میاد، یعنی ما توقعی 1 ماه 2 ماه نداریم ازش و ممکنه زمان زیادی ببره واسه ایردراپش، ولی ایردراپش تایید شده است. خب طبق معمول یه لینک میذارم تو دیسکریپشن، روی لینک کلیک میکنیم و وارد این صفحه میشیم. خیلی ساده، اینجا اسمی که میخوایم استفاده کنیم رو میزنیم، ایمیلمون رو میزنیم، ایمیل حتما معتبر باشه و اینجا یه کد رفرال. خواهش میکنم از کد رفرال استفاده کنید. حالا اگه با من حال نمیکنید با یه کد رفرال دیگه، ولی حتما کد رفرال رو استفاده کنید. این کد رفرال منه، تو دیسکریپشن هم میذارم. اینجا کانتینیو رو میزنیم، ثبت میکنیم وارد بشه. خب به چیمون ایراد گرفت؟ میگه پسورد بذار. ما اینجا خود این اجازه میدیم که پسورد رو خودش انتخاب کنه که سیو تو گوگل هم بشه، حالا خیلی هم مهم نیست. و اینجا کرییت اکانت رو میزنیم، ثبت میکنیم اکانتمون ساخته شه. اوکی ساخته شد. نگاه همین اول که ساخته میشه به ما 200 تا توکن مربوط به خودش رو به ما داد. این توکنا قابلیت خرید و فروش نداره، یعنی ارزشی نداره. خب و اینجا داره میگه اگر ایمیل تو وریفای کنی 500 تا دیگه بهت میدم. خب ما میریم داخلش میشیم، نگاه کنین این کلیات این سایته. ممکنه احتمال داره این سایت تغییراتی در آینده بکنه چون خیلی ابتداییه و حتما تغییرات اتفاق میفته. تو این تبا بخوایم تباشو با هم دیگه چک کنیم، نگاه این پایینیه داره به ما میگه روزانه 200 تا توکن بیا اینجا بگیر. پس ما روزانه با این کار داریم، میاریمش توی فعالیت‌های روزانه‌مون. روزانه میام 200 تا میگیریم، میگه ایمیلت هم اگر وریفای کنی 500 تا بهت میدم. حالا ما اینجا وریفای هم کنیم که شما ببینید. نگاه یه ایمیل برای من به همون ایمیلی که ثبت نام کرده بودم اومده بود، وریفایشو میزنم و اینجا انجام میشه. حتی میگه میتونی دیسکورد هم بری، توییترش هم فالو کنی. یه رول دیسکورد هم میگه داشته باش. من اینو انجام دادم، حالا با این اکانت نمیتونم. اینجا خیلی ساده است، کلیم دیسکورد رو بزنید وارد دیسکوردشون میشید. یه گزینه داره، یه گود مورنینگ میفرستید، اونجا رول تست نت رو برای شما میفرسته. خب به همین سادگی این رول هم حتما بگیرید. بعد برمیگردیم دوباره تو سایت. اینجا حالا ما بخوایم ببینیم این تبش بود، پس با این تب ما روزانه یک فعالیت کوچیکی داریم. خب رفرش کردم که حالا بیاد بالا. اینجا تب بالاییش نگاه کنین، من ایمیلمو وریفای کردم 500 تا دیگه بهم داد. الان 625 تا توکن دارم. این توکن قاعدتا ارزشی نداره. یه دونه ولت داخلی هم داره که ما با این کاری نداریم، میتونید توش موجودی بریزید و بردارید و اینا، ولی ما کاری نداریم باش. پس با این تب هم زیاد کاری نداریم. میریم تو تب بالایی، این تب هم یه توضیحات کلی از مدلایی که داره استفاده میکنه رو به ما میگه. با این هم کاری نداریم. تب اولی ما با این تب کار داریم. نگاه کنین یه فعالیت‌های روزانه میتونیم انجام بدیم، زیاد هم نمیخواد زمان بذاریم. برای کسایی هم خوبه که حالا اگر دنبال اینن که عکس بسازن میتونن بیان از این استفاده کنن. مثلا ما میذاریم کینگ ایران به عنوان مثال، میگیم آقا یه متن بهش میدیم، میگیم یه عکسی با این محتوا برای ما درست کن. ایمیجو میزنیم، اینجا میتونیم تغییرات رو انجام بدیم دیگه. حالا من خیلی تو جزئیاتش کاری ندارم، فقط گفتم 4 مدل برای من درست کن از این متن. یعنی به درد کسایی میخوره که مثلا میخوان توییتری، نمیدونم واتساپی، تلگرامی یا عکس تولید میکنن یا برای طراحی کاری میکنن، به جای اینکه برن از این هوش مصنوعی استفاده کنن که رایگانه یا اینکه پولیشو گرفتن و قرار نیست ایردراپی بهشون تعلق بگیره، از این استفاده کنن. مثلا من الان یه فعالیت اینجا انجام دادم و اینا رو ساخت و اینا خیلی راحت. من یه مقدار توکنی هم کم میکنه. نگاه 625 بود انقدر کم کرد. حالا توجه داشته باشین، من تو توضیحات میخوندم، نگاه یه نکته هایی بود داشت میگفت، حالا دقیقاً الان آره نگاه کنی، میگه اولا که میاد رو شبکه بیس، چیزی که حالا صحبتشه، و اینکه داره میگه هر فعالیتی که اینجا انجام بدید قطعاً به یه پاداش منتهی میشه. نگاه چه روزانه بیای یه کاری بکنی، چه هر فعالیتی که انجام بدی، در نهایت اصلا هر فعالیتی بکنی در نهایت به تو یه پاداشی میده. پس ما روزانه با این یه کار خیلی مختصر داریم، میایم روزانه یه چیزی کلیم میکنیم، 4 تا عکس هم میزنیم میاد، در همین حد دیگه. خیلی وارد جزئیاتش نمیشیم و واقعا هم همینه. ممکنه تو آینده این سایت هم عوض بشه.
همین بود دیگه، توضیح خاص دیگه ای هم نداره. متشکرم که نگاه میکنید. حتما ما رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو بزنید، ما رو حمایت کنید. اینجوری باعث میشه منم بتونم ویدیوهای با کیفیت‌تر بیشتری براتون تولید کنم. متشکرم.